پنجشنبه 30 سپتامبر مهلت نهایی که برای خارجان از جمله به مهاجران غیر قانونی برای قانونی کردن بود و باششان در روسیه داده شده بود به پایان میرسد. وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داد که بعد این آنهایی را که بود و باش خود را قانونی نکردند میتوانند اخراج کنند، ولی برای شهروندان آذربایجان، مولدو و تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین تا 31 دکامبر سال 2021 امکان مراجعت برای پتنت داده شده است. از ماه مارس سال 2020 به سبب پاندمی کرونا ویروس زمان بود و باش خارجیان در روسیه با فرمانهای پرزیدنت پوتین هر 3 ماه تمدید کرده میشد. طبق اخیرا فرمان پوتین به مهاجران تا 30 سپتامبر برای قانونی کردن بود و باششان در روسیه فرصت داده شده بود. سردار ریاست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه گنرال لتنانت پلیس والنتینا کازاکووا هشدار داد که بعد 30 سپتامبر پلیس میتواند نسبت به مهاجران غیر قانونی چاره بیاندیشد. این چاره ها به گفته خانم کازاکووا اخراج مهاجران غیر قانونی را نیز در بر خواهد گرفت. 2 روز قبل پلیس مسکو نیز هشدار داده بود که مراتوریا نسبت به مهاجران تمام می شود و آنهایی که خود را قانونی نکردند جزا میگیرند. ولی کازاکووا گفته است که حالا در روسیه 7 میلیون خارجی قرار دارند. در بین آنها اکثرا مهاجران قانونی اند و تنها یک تعداد ناچیزشان غیر قانونی اند. سالهای پیش شماره مهاجران خارجی در روسیه تا به 11 میلیون نفر می رسید، ولی به سبب پاندمی شماره آنها تقریبا 4 میلیون نفر کاهش یافت. بر اساس آخرین آمار وزارت کارهای داخلی روسیه که هنوز ماه اپریل نشر شده بود، در این کشور حدود 1.7 میلیون مهاجران غیر قانونی قرار دارند. از این شمار 247 هزارشان مهاجران تاجیک تشکیل می‌دهند. سازمان‌های عامی حقوق مهاجران می‌گویند در مرکزهای ثبت نام مهاجران در سراسر روسیه نوبت‌های طولانی به وجود آمده است و بسیاری از آنها شاید نتوانند تا 30 سپتامبر بود و باش خود را قانونی کنند. رهبر کمیته گراژدانسکای سادیستوی سویتلانا گانوشکینا گفته است به خصوص مهاجران افغان در یک حالت آسیب پذیر قرار گرفتند چون که قدرت را در کشور زادگاه آنها طالبان غصب کرده است و این مهاجران میترسند که به وطنشان برگردند. در همین حال کمیرساند با استثنا برابر شورای حقوق انسان روسیه والری فادیف و چند منبع دیگر خبر داده است که مراتوریا به اخراج مهاجران را شاید باز تمدید کنند، ولی رسما قراری در این باره هنوز نبرآمده است.